سلام دوستان، من ندا هستم. عاشق طراحی و ساخت انیمیشن های کارتونی. اینجا قرار دنیای رنگی و بامزه با هم بسازیم با کاراکترهایی که از دل تخیل میان. هدفم اینه که با هنر احساسات رو بتونم به تصویر بکشم، قصه هایی بسازم که توی دل مخاطب بمونه. توی این پیج میتونی پشت صحنه ساخت کاراکترها، مراحل انیمیشن و پروژه های من رو دنبال کنی. خب بچه ها، من الان میخوام بگم که با چه ابزاری میخوام من کار کنم. با نرم افزار کریتا من میخوام انیمیشن هامو درست کنم، بسازم. حالا میخوام شما رو با نرم افزار کریتا آشنا کنم که اصلا چی هستش. نرم افزار کریتا یک نرم افزار قدرتمنده، همونجور که دارید الان تو این تصویر مشاهده میکنید. باش میشه نقاشی های دیجیتال درست کرد با قلم های متنوعی که داره سبک های مختلفی از طراحی و شما میتونید اینجا ببینید. حتی میتونید شما انیمیشن های دو بعدی رو توش ایجاد کنی، خلق کنی. ببینید، نرم افزار کریتا یک نرم افزار رایگان، متن باز، کلا یه نرم افزاریه که در اختیار همه به صورت رایگان میتونه قرار بگیره و همونطور که گفتم تصویرهای خیلی جالبی میشه توش ایجاد کرد. قلم های کریتا همونطور که دارید نگاه میکنید قابلیت های مختلفی دارن. بعضیاشون قلم های طراحی خطی هستن که مناسب برای طراحی های اولیه است. بعضی هم بچه ها یه برای قلم های رنگامیزی هستش که برای نقاشی های دیجیتال با بافتای نرم یا زبر هستن. بعضی هم مثلا شبیه قلموهای سنتی و کلا آبرنگ و رنگ و روغن و گواشن. خب حالا ببینید، شما الان دارید میبینید تصویرهایی که به نمایش گذاشته اینجا و حالا هرچی میریم جلوتر بهتون میگم که با این قلم ها چطور میشه استفاده کرد و کجاها استفاده میشه ازشون.